بود همه عدل بود کفتره کپل بسر وای وای مرغکی کپل بسر وای وای این خبر از ما ببره یا بگو به یاریم این که دوستیش داریم جلو با ششتنی عباس ششتنی سلامت جان داره بخیری عباس خوب بخیری جانجیر خیریته شکر فضل خدا یا راستی دیگه ما تا گنال میره که رهنمه ایشیم به چی رهنمایی چی؟ آموزش آموزش؟ اشتا آموزش لفظ کمپیوتر چی میگی تو گیلا؟ چیز میدونی نخورده بشی؟ کچاره اعمال شو مونده خود تو اشتا نه که با امروز از آموزش گپ میزنی آموزش کمپیوتر دیگه چیز کامپیوتر همه چی ایتونم کامپیوتر ها؟ کامپیوتر چی؟ کامپیوتر کامپیوتر خب ما درس یاد بگیریم باید مثلا سواد یاد بگیریم چرا بیتر لالا اون عربی آقا چرا بیتره اشفا نکو کمال به نانه زنگ میزنم میگو حالت غلام اشفا میکنه اوی که گپ پیره بسته بابا یا میره یاد بگیره اول ما مایم بریم کمپیوتر یاد گیریم کمپیوتر بعد میریم نمیشته کنیم ایتا که نمیشته نمیکنم یاره گیلک بیشه آه جالبه گیلک که 40 سال عمرتو نفهمیدی ببین 40 سال یک کلمه درس نخوندی از حال شروع کردی با آموزش روزا فرق بکن زمان انقلاب بود از حال شروع کردی با آموزش یاره گیلک تو یک چیزی میشه درس زنده بشی درس بخون چه دارم یاد میگیرم مترک ای میکنم به تلفی کی؟ رارندگی رارندگی شغلام میره بعد اگه واقعا چی بگو برای یاد گیریم 4 کلمه عقل کمال یاد گیریم تو برای از این گپا نگرد برای از این کار نگرد تو به 40 سال از این کارا نگرفتی بالا می رد آموزش اینا رو بگیری تو اگه خیلی مثلا میفهم یک و یک چند میشه یک و یک ابده میشه نه یک و یک چند میشه یک و یک سه یک و یک ابده یک و یک سه چی فرقی کرد 11 نه نمیگو یک و یک 11 راست نه تو گفت یک و یک 11 بشه راست بگی 11 و 17 چند میشه نیه میگم سه کشو یک کلمه گپ بگو رد آموزش یله گیلک زنده بش کیت خوب تو ببین 40 سال مگه درس نمیخوندی با درد جامعه نمیخوردی تو جامعه هم به درد من نمیخورد هیچ به درد جامعه نمیخورد جامعه هم به درد من نمیخورد گیلک جو رد آموزش یله کو ما یک کار میکنم تو پولم میدم 5 تا گوسفند به جلو شغلام میکنه 5 تا گوسفند به جلو تو راست بگی من اگه چکی چکی خور بکنیم اونو بچنونیم تو چکی خور بکن برو بچنون تو همین تمام قلیه جخ کو گوسفند داره سایکو همین قلیه را همه مردم جخ کو بگو قیافه گیلک و غلام 10 تا میشخیل مگ میخوره یا قیافه عباس بگه ما گودری خورداریم این گوسفندا ما کس نیه که بچنونه همین تو آدما بیکار سرکلی افرنگ ما که خدا کی ما بیا چپونی کنه غلام برای کی یاد میگیره تو نگفتی درس میخونی یعنی لالا خواهش بگو یعنی درس میخونی بعد کردم لالا عارف اشفا نکن اشفا نمیکنه دیگه یعنی درس میخونی آمین مال شما گیلا جو که درس میخونی راه درس میری بگذار که استاد بیا به منطقه تو دست بده گاز بگیره بره تو نه رو زحمت میکشی کی نه استاد با پیش هر کی میری آموزش یاد میگیری بگذار خودی بیا تو آموزش یاد ده تو نه رو مونده میشی لازم نیست حالا استاد نبیای بیا کبره برو بگذار که استاد بیا شما زحمت نکش نگذار بگم مثلا بگذار زحمت نکش نگذار خدا اشفا نکنی به محله نگی که گیلک برفتی یاد گیره نه که ما بریم با مطب 40 سال دیگر هم بکنم گوسفندا مگه هم جلو تو اول بیا اومدن یار دل داره غلام بله سه کوران ما تا بریم به شهر بریم که سواد بیاموزیم گوش نمیشیم برو به نانه بگو چی تیار کردی هر چی تیار کرده بیدت واردار بیار اگه میتونه به ترا بیا و فهمیدی گوش نمیشیم با به ترا میخوریم چیز میزی هسته سه کنیم به خیالم که برو نانه گفته که چیزه پتی ماش داری پتی باش برو من نون بیارم نون بیار به نانه گفت نانه اگه میگه نونه رو بکشه میکنه گیلک گفته که به ترا گوش نمیشیم باید نونه بخوریم چکو نونه رو مقبول به تا کاسه کوی تا شیوه نکنی بیزی نکنی که چاش شد دل شه تا ما بریم معلم بخور پیدا کنه تا ما رو بیارمیزه فهمیدی؟ خب باز من شما به ترا ببینم با ترا هم دیگه همین راه مستقیم دوم به من بگیر همین راه دوم به من بگیر خب همین راه دوم به من به کجا میآید خب همین راه دوم به من بیا مر میبینی خب والا خب چش فهمیدی؟ باش بله این تا نشه که با کاسه رو واکنی به تا
خرابا تا سرک کوچه نخوتا روی همه بچینی بخوری که 50 تو عروم اگه 50 که دیدی گردن همه بند باشته تو رمون زبز نخو که به هر جا بدی دکترها بگم این رو سخت روده شده یعنی لالا دیگه گوشتم شده به چیور ندارم ها دیگه لقمه نون اول ندارم نه دیگه تو نخوتا میچینی چیزا خیلی میمونه برو خب لالا فهمیدی نون خوش تمرین بگذاری به نانه بگم تو میریم به شهر میریم ما که سبات بیاموزیم خوبه انا نون هم تر میخوری خب لالا خوبه از غمت ای نازنین عزم سفر میکنم به خیر خوشی او رو شو میشود تو به این منطقه نمیبینی چره؟ عروضی تو تارتو خودی کلی گنده و همسایه باشودی ما یک دم به خوشی ندادیم کمره که تو به خیر برودی عقبی ما مذهب چابش کنگی لحظه زنده بشی تشکر خاک زنده بشی چری سگ مار بده دیلینگ بشکسونی ها چرا سگ تو به تاره خو کرده من که میرم از این اوش من بعد کاغذ بود من چون بعد کفترا بود هم یک دفعه دیدم این کوکو که زاریم به ترغید مر ببردم به شفاخونه 2 ساعت و 25 دقیقه آسکی جان به شکم من بودک یکی میگفت گیلک بمرده هل کرده یکی میگفت نه 3 سال بعد بهش تو را دیدی گپور یلا بود من لالا جا تو خیلی نیه هم یک بار وقت استمدم شفاخونه بیامدم سنگ آوردشم یکی که من کل مسک شما بازدن دیدم سر خال بکتش آخه گیلک همون بسته رار بکشتی عبق سنگ بفتی خوی لیوبتر رو میرفتی چی دیدم او؟ تو کوری با او چرا به گوخونه چه مخنه شوکوری یا روسکوری گپ بزن شما به تاریکی نمیبینم و به روش نمیبینی خبر نداری اشوا نکنی اگه به تو بگم چی؟ میرم که چشه کمپیوتر چپار کمپیوتر میرم که بیامیزم مبارک باشی تو نکنه نابغه میبشی گیلک کمپیوتر بیامیزم دل جهان با 40 سال که از عمر تو دگن تیر نشه همی احمد پودی که نیست غلام برای نون که ما به تر گوش نمیشه نون رو بخوری سختتو بگیره تو ثبات نداری من کمپیوتر میامیزم کلی تو اگش پوره نیست بیام از کوالا زنده بشی تشکر برو تو دل جهان تو 40 سال دگه از عمر تو پیش گری همی که هستی همین هیچ تغییر نمیکنی حلف کرده من آره باشه نمیشنسی دل من طاقتی دوری نداره دلارامه‌ای نمک به دستم شوری نداره جانم جان باشه غلام جان سلام غلام خوبه خیریته خوب شد بدیدم غلام سلامت باش باور کو که چی با تو بگم امروز ازم صبح فکر کردم که به سر همین زمینا کیل بیارم گفتم باشه برم غلام بیارم بیکاره به تمام منطقه میگرده قرار کرده بیا که برای سر زمینا هم پیازکنی دارم این روزا هم اودری دارم من که میفهمی یک نفرم نمیشه مجبورم یک پام به شهر باشه یک پام به سر زمینا انال گفتم یک 4-5 روز بیا من کمک بده خیر لاقل یک 3-4 پیام تو میدم که پرده گذارت هم بشه نه شرمنده اخلاق کشاورزی شما چرا برار مزور کو گفتم من کار میگردم کار پیدا شه ما اگه از طریق پیشیر خواسته باشه مثلا رو به ساعت‌ها 4-5 بجه بترو در غیر صورت ما لالا بگیلک ما بریم به مطب چرا میخندی تو چی میگی ما سواد یاد گیری البته برار تو دیشب گولیا خودی کوش خوردی نه گولی نمیخورو شکر خدا هیچ مشکل ندارم با همین سن سال برسی رو با اگه غیر از گاه وقتی که دل درد بشم دروله بخورم فهمیدی اگه دیگه هیچ خورده باشم سیکو برارمه تو به می سن سال که برسیدی چیزی یاد نگرفتی از روز برمی تو یک کمی بریم مثلا نه باید گیلک برار به مبارک باشه من رای که گفتم من تا میرو به بوزش تو برو چیز کن اگر برو کام نود بیار چاشتم نری به پتی باش پخته کردم سیکو راد از این گپاره لکو این کارا به درد تو نمیخوره 100 سال دیگه که تیر نشه تو برار تا دیگه صاحب سواد نمیشی چرا که عمل اکله خود شما خیلی کمبودیای داره کسی که برای سواد میگرده یک کوری حافظه هم داره تو شما هیچ کدوم حافظه هم نداره شما مال برای راستی تا کجواج رو میری با شما باید برین درس بخونین خودخور مسخره نکنین این کار رو شما کی یاد داد یک روز امیت شای به مجلس خبر بودی گفتم وانا بی سواد کوره اره ما گفتیم از اینکه کوره البته برو بره با تاب درس بخون چیش نداره هیچ کدوم شما کی داره خب باشته کوری یعنی مثلا چیزی نمیفهمه
حالی ما مکتب میبری که چیزی بفهم. یاد گیر و به درد بخوره. روز 200 ری به تو میدم بیا سرزمین همینجا خودم. یک چیز دیگه با شما بگو. بگو. هر روزی که بر باستم روزوادار کنم برای بعض گفتم که چیز گفتم که مثلا اگر بچه سواد نداشته باشه با دختر خوب بتونه بده. او اشته آدم بیعقلی بود. رنگ تو شاید بوده باشه که با تو مست دختر خوب. انال من گفت برو سوادت گیرم که حداقل دختر با باشه رو بعد بده. غلام جو رد از این گفار گفتم یلکو بیا خودی کار کو. نباش. مادر پیرزال داری که یک لقمه نون مال سر یک لقمه نون گوشنه. سلامت باشه نباشه. شما با فکر کارگر دیگه با خوبش. کجا میبری؟ ما برو که نون ببرو بخونه. به چیز برای لالا خو گیلا. یعنی گیلا که میره درس بخونه؟ ما هر دو برو بره درس بخوره. دلجا. آدم ساده میگم پیدا نمیشه اینا. خدا میدونه که مسلمانی چی دقیقاً خودم هم دیگه اختلاط میکردم اینا غلط به گوشت اینا کار که اینا دیگه بسته سال میکردن درس بخونه. خوب بگو یادم میگیری. بازم فایده نداره حالا کم سر وقت بیا و سر کار ما بیا. وای با قصه خود کنه هر چقدر میکشیم تو میره با خود برو. بازم امی خودم خوب بود اگه خود که اون وقت وقت تو سکو آدم اینا کارگرم پیدا نمیشه ما میریم با سواد موزی بخوریم چه کار دارم خیریاته البته شب ترسیدی حالا نه ترسیدم برو برای یک کارگر سرگردون میگردم کارگر؟ خودت میبینی که من بیکارم مثلا بچه کو یک دم برو به شهر یک دم برو اودری یک دم سوکونی همین کارام که همین وقت سال به سرما و شما نه دیگه وقت چه کار میکنی انا من خود یک نفر آدم ما چیکار کنم به شهر بگیرم مثلا زمینار بگیرم اودری بگیرم گو گوسپندار بگیرم برای تو کارکن از خود تمنی اگه نمی کارو خود تو میکنی هم خلاص یک کارگر درنگ نداری که دیگه خود ما کار کنه چرا به چه کار کنم غلام گیلاتی نمیگیری میدونی نمیدونم که چی بگم اونا بیا کار میکنه تو گپا میدونی اونا ما مال برام به سواد موزی چی به سواد موزی که درس یاد گیرم چی خبر دارم برای گفتم بیا خودم کار کنم تو رو 200 رو بمیدم که ما برار مگیلا گل ما به سواد موزی تو کجا به سواد موزی این عقل کی به زینا یاد داده تا حالا چی خبر دارم من چی میفهمم لالا من چون میفهمم که شکم از این حال سر شده یا نه اگه یکی روزایی بود که برات کار سرگردان هر دو برار میگشتم حالا به جنا میگی بیا کار کن میگه نمیکنم آقا کارگر دارن میدونی لالا من از این میفهم رد کارگر الکو من از این میفهم به خاطر که تو مثل که پول چیزی ندادی برای اینا کار به سر اینا بکردی وقت آخر مزد ندادی اونا تو را سر وا کردم سواد آموزی کو به میده نماده که ببینیم که کسی که سواد نداره یاد گیره ایشتنه که بی آماده و هوشیارا خبر ندارن دوی برار سرقی خبر دارم لالا چه کاکام امشب نون خورم 1 ساعت بعد بیاد اینا نمیه میگم چرا که شکم با گوش نه همین غلام به چیکار خود میشناسی نمیشه تا حال من تو دروغ نشید اگه گیلک دروغ بگفته درست قبول داره ولی همین آدم اگر بزی گفتیم به سر کار بیا با وعده خود سر کار اومده خیلی که به نظر ما شما استادیه ولی همین غلام هم دیدم میگه اپا مثلا گفت اگه ما هر دو بران ما این برای خور اینجا ثبت نام کنیم بریم درس بخونیم بیست که یا زن کاکات بزینا گفته یاد مسلمان دیگه راه بزینا نشون داده که بریم یک 4 کلمه درس یاد گیری ازی بزرگ ها دیگه و معرکه گیری حالا چی فرق میکنه حالا اگه سواد میزی به همین منطقه ما و شما بیاتون نمیری من نمیرم من یاد دارم کاکا کما که یاد ندارم من مال موات اثر تو رام شماره میکنم پای میزنه که چه عمل مثل خود حالا نمیدونم اگه کار میکنی برای کارگر میگردم با بیلا گردن تو بعد بیا کیسا خود خلاصه بعد من هر کی بیشتر بده یکی که کمتر داره با تو 300 بدم اگه بدون 200 دادم خیر اونا بچه کاکاتو بودم با تو رو 300 بدم فقط تو خودی من روخ پروخ نشو که قیافه تو نمون ببینم پا میزنی تو که چی بگو هر گوشنگی امال اتوالش که میشه کله گنده اینو رو تو سایت تو من اگه چیکار کنم کاکا اشتنه یاره خیلی سلامت یاره خوبه شکر زنده باشی کاکا جان چیز همین نورالله پیشتر من بگو گفت که غلام گفتم بیا خودم کار تو روز 200 تو میدم غلام گفتم چون کورس سواد آموزی ما و گیلک برا میریم ایشتن راست میگم تو گپ نورالله باور نکردم گفتم دروغ خواه گفت چی گفت راست میگم چیکار کنم البته کورس سواد آموزی میدم از این جلو از این بزرگ یاد دارم برام خب حساب کو ایشتن برام چه فهمیدی ما برفتم که اینا رو نمزدار کنم هر دو براره یاره کاکا ناجوانه ما برارزادی شما نه خبر نداریم به چه کاکا ما هم ولی تو صبر کن ما گپ بزنم خودت بابا که من گپ زدم خسور نواردش گفت که دل نادادم دیگه نمیداده و بعد دو مادام هر دو تصوات داشته باشه
انا اینم ببیسیدم بر کلا خود دادن گفتم ما میره که درس ببیسیدم بر کلا آه ما میرن درس بخونه که یاد گیریم بابا جان بابا یک چیز دیگه یک چیزی بگم وقت شما نمیاد نه چرا دامه که کات میدن نیست تو دفعه بود میده که من مال نفهمیدم چی گفت اینه که من دندانم میخوام آنکه بکنم اگه مثلا یک جای زمستون به گوشت لام خوار باشه مستم باشه دندونا شما مشکل نداره داره بابا پول چیزی اگه مثلا به می دی خدمت خیرات بیای پول چیزی بیای که دندونا شما مشکل نداره داره یعنی که بدیم خیرات ما گوش بخور فاسیته دیگه کوکو بابا دیگه میفهمی همین طرف مقابل کوکو که بعد به دومادام هر دو تا سواد داشته باشه خوب صحیح سواد داشته بعد اون دکترا خب بفهمید همین هم گفتن که باشه ما میریم درس بخوریم از زیرو من میفهمم که اینا سواد هم یاد گیره بابا دخترها خون نمیده برای اون مرتکه پس از این معلوم میشه که کوییته بگیم اون مرتکه ما را از سر وا کرده گفت بگفته که اصلا امکان نداره ما گپ نه که تو بودیم لب شما خدای لبا خود من بفهمیدم ما گپ تو بابا گفتن که خیشی موضوع نمیشه راست صحیح اینا مال گفتن که ما میره درس میکنیم که چه کار میکنیم فلان میکنیم خوبه پایی رسمی میده نورالله دروغ نگفته برن کوکو چاشته زنده باشید خداحافظ